4 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در جمهوری آذربایجان در همایش 17 سازمان همکاری اقتصادی اکو اشتراک و سخنرانی نمودند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و سرور کشور میزبان برای پذیرایی صمیمی و برگزار کردن همایش عرض سپاس نمودند. محترم امامعلی رحمان همکاری تجارتی و اقتصادی با کشورهای اعضای این سازمان را یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی تاجیکستان نامیدند. ضمناً با گسترش همکاری در دایره اکو در بخش‌های تجارت و نقلیات، انرژتیک، صنعت و کشاورزی چون شرط مهمی تأمین رشد استوار در منطقه توجه زیاد ظاهر گردید. در رابطه با این ضرور شمرده شد که کاتبات سازمان در برابر تحلیل و بررسی نتیجه های اجرای سند چشمانداز اکو 2025 در همکاری با کشورهای اعضا سند دیگری را که به استفاده کامل ظرفیت‌های موجوده همکاری تجارتی و اقتصادی روانه شده است تهیه نماید. تاکید گردید که با وجود تاثیر منفی روندهای مرکب سیاسی و اقتصادی در جهان، رشد اقتصادی کشورهای اعضای سازمان به طور عموم تمایل مثبت را نگاه می‌دارد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان درباره حجم تجارت میان کشورهای اعضا اظهار اندیشه کرده تاکید داشتند که حصه آن در سال 2024 با 33% حجم عمومی تجارت خارجی تاجیکستان برابر بوده، نسبت به یک سال پیش 18% زیاد است. در این سمت رشد رابطه‌های نقلیاتی و دالان‌های نقلیاتی گوناگون واسطه مهم دانسته شد. جانبداری تاجیکستان از رفع مانع‌های تجارتی و نقلیاتی، سوداگردانی ترانزیت، پیوست‌شوی شبکه‌های راه‌های زمینی، آهن و هوایی کشورهای اعضا تاکید گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که بهره بلند برداشتن ثمراناکی و شفافیت همکاری در این سمت جهت رقمی کنانی صنعت‌های ترانزیتی مالی اقدامات ضروری انجام داده شود. به اندیشه رهبر دولت ما چنین تدبیر به توسعه تجارت و تامین بی‌خطری آن همچنین صرفه وقت و افزایش حمل و نقل بین‌المللی مساعدت خواهد کرد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در همایش 17 سازمان همکاری اقتصادی توجه اشتراکداران را به مسائل رشد و گسترش و توسعه همکاری کشورهای اعضا در ساحه‌های افضلیت‌ناک انرژتیک از جمله استفاده روزافزون انرژی تجدیدشونده، تولید نیروی سبز و رشد اقتصاد سبز جلب نمودند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان تطبیق پوره طرح بنیاد خط بلند شدت انتقال برق کسا-1000 را برای کشورهای اشتراکدار آن مهم و تهیه استراتژی تامین استواری انرژتیکی منطقه اکو را به منفعت کار نامیدند. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین جانبداری تاجیکستان را از توسعه همکاری کشورهای اعضای سازمان در ساحه صنعت و کشاورزی بیان نمودند. ضرور شمرده شد که مبلغ‌گذاری برای تأسیس کارخانه‌های مشترک صنعتی به خصوص میانه و خرد دستگیری و افزایش داده شود، زیرا این اقدام به شبهه در تأسیس جای‌های نوکاری، افزایش استحصالات از جمله در ساحه‌های صنعت سبک و خوراکواری مساعدت خواهد کرد. تامین امنیت آذوقه‌واری، رشد اگرتکنولوژی‌ها، تشکیل کشاورزی ذهنی و تأسیس مجموعه‌های اگرصنعتی سمت دیگری همکاری ثمرناک نامیده شد. وابسته به تغییریابی اقلیم تاکید گردید که کشورهای اعضای اکو در برابر تاثیر منفی عاقبت‌های آن همانا آسیب پذیر باقی میمانند. ظهورات سیل و آبخیزی، یخ، ترمه و دیگر آفت‌های طبیعی که همساله به اقتصاد کشورهای اعضای سازمان ضرر زیاد می‌رسانند در حال افزایش قرار دارد. از این روز ضرور شمرده شد که در دایره سازمان برای کاهش دادن پیامدهای تغییریابی اقلیم و تهدید آفت‌های طبیعی تدبیرهای مشخص اندیشیده شود. همکاری میانبعد کشورها در دایره برنامه‌های حفظ محیط زیست، برقرارسازی نظام اکولوژی و مبادله تجربه و تکنولوژی‌ها در این ساحه‌ها به منفعت کار دانسته شد. در همایش تاکید گردید که تاجیکستان هوسمند ادامه تحکیم رابطه‌های سودمند فرهنگی و گومانیتری در چارچوب اکو میباشد. در این ضمن صلاح دانسته شد که به همکاری در بخش‌های علم و معارف، تندرستی و سیاحی تکانی تازه بخشیده شود. از وضع امروزه مرکب جهان و شدت گرفتن وضع در خاور میانه یادآور شده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اصرار داشتند که کشور ما جانبدار کاهش شدتناکی وضع و برقرارسازی صلح پایدار در خاور میانه تنها با راه‌های سیاسی و دیپلماتی میباشد. در فراورد سخن سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که نتیجه نشست امروزه بر رشد همکاری گوناگون جنبه در چهارچوب سازمان همکاری اقتصادی تکانی مؤثر خواهد باشید.